شعری که برای شما انتخاب کردم غزلی ناب، امیدبخش و روح افزا هست که نوید بخش بهاری دلانگیز است و به نو شدن جهان و آمدن باد صبا که نقش مهمی در فرهنگ شرقی دارد اشاره میکنه. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. در فرهنگ چینی هم از باد صبا به عنوان باد غربی یاد می شود و در فرهنگ ایرانی باد صبا نماد سعادت و کامیابی است. آرزو میکنم سال جدید سالی پر از خیر و برکت برای همه مردم ایران، مردم چین و برای همه مردم جهان باشه.